مراکش، این کشور زیبا واقع در شمال غربی افریقا به شک یکی از جذابترین مقاصد توریستی دنیا است. نام این کشور از پایتخت کهن آن یعنی مراکش گرفته شده که به زبان بربری به معنای سرزمین خدا است. مراکش با مساحت بالغ بر 700,000 کیلومتر مربع و جمعیت حدود 37 میلیون سالانه میزبان توریست‌های بیشماری است تا جایی که صنعت توریسم دومین منبع درآمد این کشور است. پایتخت مراکش شهر رباط، زبان رسمی این کشور عربی و واحد پولشان نیز در همه مراکش است. این کشور مرز بسیار طولانی با اقیانوس اطلس دارد که از شرق با الجزایر، از غرب با اقیانوس اطلس، از جنوب با کشور موریتانی و از شمال با دریای مدیترانه همسایه است. جالب است بدانید مراکش تنها کشور در جهان عرب است که از سوی امپراتوری عثمانی مورد هجوم قرار نگرفت و به همین دلیل توانست فرهنگ خود را به طور کامل حفظ کند. شاید اگر این کشور از جنگ‌ها در امان نمی‌ماند امروز جاهای دیدنی مراکش به این زیبایی و جذابیت نبودند. منطقه قدیمی شهر مدینه. منطقه هزارتوی مدینه منطقه تاریخی شهر شاید مهمترین جاذبه شهر مراکش باشد. هرچند این شهر بافت مدرن هم دارد اما بخش قدیمی آن با کوچه پس کوچه‌های باریک، سقف‌های کوتاه، ازدحام جمعیت، صداهای فروشندگان و مشتریان که هر گوشه با هم چانه میزنند، بازارهای رنگارنگ و غیره حس و حال دیگری دارد. شما در این قسمت از بافت شهری می توانید در کوچه‌های پرپیچ و خم و شلوغ قدم بزنید، از صنایع دستی دیدن کنید، برای دوستان و خانواده خود سوغاتی بخرید و البته در رایحه‌های دلپذیر عطر و ادویه غرق شوید.